آقا سلام عرض میکنم خدمت شما. امروز یه قطعه داریم واسه موتوره. بعد پایه های به قولی جاپیچ شکسته اینو می‌خواستیم جوشکاریش کنیم. این جاپیچاشه، ببین یا این جاپیچاست با یه دونه هم این تقریبا اندازه یک سانت و نیم میاد بالاتر و اینجا سوراخ میشه و اینجا سوراخ میشه و پیچ بسته میشه. این هم دقیقا به همین صورت تقریبا یک سانت میاد بالا و اینجا هم جای سوراخش محل دارم. حالا من اینو واسه تون جوشکاری میکنم، درست میکنم، این قطعش هم میسازم. حالا به قولی روال ساختنش رو نگاه کنیم ببینیم چجوریه. خب ما اولین کاری که باید انجام بدیم یه قطعه پلاستیک، حالا این قطعه پلاستیک، این پلاستیک خشکه. این پلاستیک که میخوایم روش کار کنیم یه قطعه خشکه و من هم باید از همون قطعه خشک بتونم تهیه کنم، یعنی پلاستیکی باشه که به جنس اون پلاستیک بخوره. چه جنسی میخوره؟ جنس مثلا جلو پنجره پرشیا، نمیدونم 405، اینا خشکه جنساشون. من از این جنس میتونم روی اون بزنم و کار کنم، با هم دیگه همخونی دارم. قطعه‌شو الان من آماده کردم، حالا به اندازه این جاپیچه، به اندازه این جاپیچ و این جاپیچ میبرم و جوشکاری میکنم روشو تا ببینیم به چه صورته. خب اول پلاستیک رو میذاریم اینجا، الگوشو در میاریم اینجا که چقدر شکسته، به چه صورته. این تا اینجاها بیاد بس. میشه امتدادش. این هم میشه دایرش، یعنی جای پیچش. فکر کنم یه همچین چیزی میشه. آره نهایت یه سوراخ باید بزنیم. بچه این دستکارم من خودم ساختم ها. خیلی کار رو راحت میکنه، خیلی راحت میکنه. یعنی هم یه کار تمیز تحویلت میده، همین که خیلی سریع شما کار رو انجام میدید.
بچه حتما واسه کار کردن دستکش دستتون کنیم. من چون باید دوربین هی پاز بزنم هی پلی کنم واسه همین مجبورم با دستکش نمیگیره، مجبورم دستکشمو در بیارم. ولی شما سعی کنید کار میکنین حتما دستکش دستتون باشه. توری رو داشتیم رو یه دونه از رو توری میزنیم این پلاستیک یه ذره قابل اشتعاله. میاد یه نام از به اندازه عرض اینجا میبریم و عرض اون قسمتی که میخوایم جوش بدیم. توریاتون هم سعی کنم 1 سانت 1.5 سانت نزدیک 2 سانت باشه، دیگه بیشتر از اون نباشه. محکم شد، سفت سفت قشنگ. الان این پیچو نگه میداره، یعنی جایی بخوای ببندی اینو قشنگ نگرش میداره. حالا یک کم هم صافش میکنیم جاشو. میتونید اینا کنین مته کاجی بهش میگن. سایزهای مختلف داره، یعنی از 4 شروع میشه. ببینید این 4 6 8 4 6 8 10 12
بزرگترش هم هست، سایز بزرگترش هم هست. من میتونیم میبندمش سره گلر شارژی. حالا اینو سوراخشو قشنگ میزون کردن. تقریبا شد سوراخ 10. حالا این دیگه آماده است بسته بشه روی این یه جا پیچش ها. دیگه من اون یکی جا پیچش نمیگیرم، اون یکی جا پیچ هم دقیقا مثل همین درست میشه. حالا شما با هم یه سوهانی یه روی تمیزتر بشه. بعد زیر کارم قرار میگیره دیگه، احتیاجی نداره بخوای خیلی تحت میگیره، اون که محکم باشه و بتونه کار رو نگه داره خودش دیگه به قولی کار انجام شده دیگه. احتیاجی به تمیز کردن و به قولی خیلی خوشگل کردنش نداره. اینم از این.